سلام خدمت همه دوستان عزیز. بریم برای توضیحات بخش داشبورد ربات پیکسل ورس و اینکه اتصالش رو چطوری میتونیم از طریق کیف پول هم به پیکسل ورس متصل بشه و همین که خود داشبورد به کیف پول متصل بشه رو براتون آموزش میدیم. از خود ربات اومدم اینجا که این مونتا شما این لینکی که من الان فرستادم اینجا که از اینجا شروع کنم رو گذاشتم تو کانال و شما میتونید که از طریق این لینکی که گذاشتم تو کانالمون از اون وارد داشبورد بشید. خب روی لینک میزنیم و وارد گوگل و داشبورد میشیم. خب دوستان عزیز، تصاویری که براتون فرستاده بودم، آخرین تصویرمون میبینید که یک کمی تغییراتی توش شده که این حروفش این ور اون ور اومده که هیچ ایرادی نداره. آپدیت جدیدشه، یکم آپدیت کرد و این صفحه شده برام. خب تو این صفحه اول از همه ما واسه این که این صفحه رو بهتر بشناسیم میبینید که یک شکلکیه که تصویری هنوز نداره که ما در ادامه حالا میگم چطوری باید اینو اضافه کنیم. میایم پایین تر نوشته ادیت پروفایل و یه همچین صفحه‌ای هستش که 0 نوشته، لول 0 و اینا، و این بالا هم میبینید که 150 پیکس نوشته که اون سکه هاتون به نوعی که اسمتون هم بالاش نوشته پلیر، مثلا اون اسممونه که باز اونو هم میتونیم تغییرش بدیم. در سمت چپ این تصویر شما 3 تا خط رو میبینید که وقتی که روش میزنی گزینه های واسهتون هستش که گزینه اول پروفایل هستش که وقتی که روش میزنیم همین صفحه اولی میاد روش و توضیحاتی راجع به این حالا بخشا میخوام بهتون بگم که از بخش پروفایل شروع میکنم که زدیم روش و به اینجا رسیدیم که وقتی میزنی روش به اینجا میرسی. اولین چیزی که اینجا هستش و شما میتونید که تغییرش بدید این شکلکیه که دوست داشتید. مثلا میایم اینجا، شما مثلا بانوان میتونن از شکلک های خانوما میتونن از شکلک های زنانه و آقایی میتونن از شکلک های مردانه استفاده کنن که شما باید این شکلک ها رو بخرید که مثلا من میخوام که اینو بخرم، میخرم و ببینیم که الان سکه‌ای داریم که بخریم یا نه. حالا باز نخریم هم نشد، به نه خریدیم. خب وقتی که اینو میخریم این شد شکلک ما در این داشبورد و میبینید که اولش اینطوری نبود، شکلک این تغییر کرد و این شد شکلک. باز بانوان میتونن مثلا یا خود شما شکلک دوم رو یا شکلک دیگه مثلا از بین آقایون انتخاب کنید. من چون اینو انتخاب کردم و واسه گرفتن بعضی ها هم باید سکه های زیادی بدیم، مثلا 20,000 تا میدن برای این دوتا که مثلا یه طرفدارای زیادی هم داره. حالا گذشته از این ما میتونیم که اینجا بخریم و خانوم هم گفتم دیگه میتونن شکلک خانوم ها رو بخرن. میای پایین تر یه دونه بخش ادیت پروفایل هستش که روش که وقتی که میزنید شما میتونید اینجا در قسمت اولش اسمتون رو تغییر بدید. یوزرنیم که نوشته میتونید اسمتون رو تغییر بدید و هر چی که دوست داشته باشید بذارید. بعد قسمت های بعدی شما میتونید، خیلی مهم نیستن این قسمت ها ولی من میگم باز بهتون، شما میتونید که مثلا تلگرامتون رو کانکت کنید به این داشبورد، میتونید مثلا توییترتون رو، میتونید ایمیلتون رو، که همه اینا رو کانکتشون کنی به اینجا و سیو بزنید. حالا ما خیلی با این بخشا
کاری نداریم، چون اینا رو خودتون هر زمان که دلتون خواست مثلا میای چیکار میکنی، میای رو کانکت میزنی، خب و این میره کجا، میره مثلا تلگرام، از تلگرام دسترسی میخواد کانکت میشه، میاد بهت هم در نتیجه 200 تا پیکس میده، مثلا 200 از اون سکه ها که حالا ما با اینا کاری نداریم، اینا رو خودتون میتونید به راحتی انجام بدید. مسئله ما یه چیز دیگه است. ماشاءالله لینک هم پشت سر لینک از اون بالا از کانالایی که ادلیست شدیم داره میاد. خب میریم به بخش بعدی از بین این بخشا. پس دوستان این بخشی که بهتون گفتم رو شما میتونید تو تغییراتی تو پروفایلتون ایجاد کنید تو ادیت. اینجا یه دونه مثلث به پایین هم هستش که میبینید، وقتی که اینو بزنید کیف پول هاتونه که شما مثلا یه دونه کیف پول داشتین داخل ربات، یه دونه هم دومیه که اینجا مال داشبورد. میبینید که ببخشید این دومی ببینید تنولته که ما وصل کردیم چند روزه قبل و اون بالایی مال داشبورده که حالا تو ادامه خواهیم فهمید که چطوری باید اینو وصلش کنیم. بریم به بخش بعدی توضیحاتش. دوستان تو بخش دوم شما میتونید که بیاین اینجا و لینکتون رو در این بخش به دوستاتون بفرستید. میبینید که دوستان من از طریق لینک 4 نفرشون اومدن، 6 نفرشون اومدن یا 6 نفرشون اومدن. آره بعد میتونید اینجا بیاین اینو کپی کنید. حالا بهتون نمیدونم یه چند تا سکه هم به خاطر این میده، میتونیم بیاین اینجا این لینک اینجا رو بزنید روش، کپی میشه و میتونید ببرید به هر کسی که خواستید بفرستید که اون از اونجا بیاد. بخش سومش بخش پتشه که شما دوستان عزیز میتونید اینجا بیاین به این بخش. هر روز در این بخش واسهتون سکه های دیلی داره. مثل چی؟ مثل خود ربات که می اومدین توش اونجا کامبو میزدین یا کومبو میزدین سکه میگرفتین، اینجا هم اینو داره که هر روز به شما سکه میده که من روز اولش رو گرفتم و روز دومه که حالا منتظریم که این 4300 تای روز دوم رو بیاد به من بده که شما کافیه که بیاین و هر روز اینا رو بگیرید. و اما اینجا این ربات به نوعی اسمش ربات خانگیه که شما میتونید تو بازی پیکسل ورس که ربات میخریدید تو این بخش داشبوردش هم باز ربات بتونید بخرید. وقتی که رو چنج بات میزنید شما بعضی از ربات ها رو ممکنه که در اول راه داشته باشید ولی بعضی دیگر رو باید بخرید. مثلا این ربات که 300 تا پیکس میخواد و میایم پایین تر این یکی ربات ها رو میبینید که مثلا 1600 تا پیکس میخواد، یا این یکی ها مثلا میبینی 1600 تا 1600 تا. واسه خریدشون کافیه بزنی روشون و بعدش حالا ما سکه به اون صورت نداریم و بخری و بیاریشون اونجا. مثلا من یه دونه امتحان میکنم، ببینید اینجا گزینه بای رو میزنی، حالا ما سکه نداریم دیگه، اگه داشتیم من 150 تا دارم این بالا اگر که ببینید. بله از اونجا هم خارج شدیم، صبر کنید. خب من اگر که این بالا شما عزیزان ببینید 150 تا دارم که با این پول نمیشه که بخرم اینا رو، ولی شما اگر که پولاتون بعدم بیشتر شد تو کافی که بیان اینجا این پایین بای رو بزنید و بخرید و بعدش هم سیوش بکنید. خب میریم به بخش بعدی این داشبورد. بخش بعدیش بخش تسکاشه که میاین اینجا. آقا این بخش واسه شما تسکایی داره، تسک تو همه ربات دیگه انجام دادین دیگه، کافیه که بیان اینجا بخونیم ببینین که واسه ازتون چی میخواد. مثلا میگه که برید تو توییتر فلان جا رو فالو کنید. خب میری فالوش میکنی، اگر که اسکرین شاتی هم که ازت خواست میگیری و میذاری اونجا. واسه این که بری کافیه که روی گوتو بزنی و میره دیگه. این همه ماشاءالله انقدر تسک انجام دادن که بلدن که این تسکایی داره که بعدش هم بعضی از تسکا میبینید که 50%، یعنی مثلا 50%
تکمیل میشن، بقیهشون میمونه سر جاش. شما واسه این که 50% بقیهشون هم تکمیل شونه، دوباره مثلا بعضیا رو میرید یه بار واسه انجام تسک، 50%ش تکمیل میشه، 50% دوم بخواین که تکمیل بشه چیکار باید بکنید؟ دوباره میایین همون تسک رو دوباره گوتوش رو میزنید و میره دوباره 50% دیگهش هم تکمیل میشه و 100,000 تا تکمیل میشه تا شما مثلا ببینید مثلا 3,000 تا از پیکسل بگیرید یا 3,000 تا 1,500 تا، اینجوری هم واسهتون سکه میده. این هم که مال تسک همه تو ماشاءالله بلدید. و بخشای دیگهش هم عزیزان، شما مثلا از این بخش میتونید تلگرام بات، یه گزینه هم هستش که استیکینگ که راجع به اون حالا بعداً توضیح میدم، خیلی مهم نیست، بخشای مهمش رو الان میگم، اینم مهمه ها بخش استیکینگ، ولی الان نباید بهتون بگم. و گزینه های دیگه هم حالا به درد ما الان نمیخورن. ما میایم اینجا بخش پروفایل، دوباره برمیگردیم به بخش پروفایل. اینجا گزینه میخوایم که حالا کیف پولمون رو ببینیم که چطوری باید وصلش کنیم به خود ربات و ازش اونجا اتصالی بشه بین اینا، که وقتی که شما مثلا میاین سکه هاتون رو میگیرین از اینجا ثبت میشه اونجا هم ثبت بشه که شما اینو دارید. خب روی این گزینه مثلثی شکل به پایین که هستش میزنیم. دومی که بهتون گفتم تون ولت که خودمون به تون کیپر متصلش کرده بودیم اون اونجا مونده و وقتی هم که روش میزنی حالا اینجا چیزی نمی نویسه ولی بازم میبینی که نشون میده که میخواد بری به تون کیپر، اونجا میاره واسط. اما اون اولی که اون بالا هستش اون مال چیه؟ اون مال داشبورد هستش که وقتی که ما روش میزنیم به همون 4 تا صرافی یا 4 تا کیف پول واسمون معرفی میکنه که اولیش متاماسک، دومیش ولت کانکت، سومیش بای بیت، چهارمیش اوکی ایکس. خب که شما میتونید که شاید من دوستان تلفظ بعضی از کلمات انگلیسی رو هم درست نگم ببخشید، ولی خلاصه اولی متاماسکه که ما با این نیاز داریم، چون ما تو کشوری مثل ایران هستیم با تحریم های مواجه هستیم که باید از بین ولت هایی که هستش و پس از انتخاب این گزینه که میایم اینجا ما متاماسک رو انتخاب کنیم. چرا؟ چون که ما کشورمون تحریم هست متاسفانه. ما روی متاماسک میزنیم و بریم واسه اینکه چطوری کیف پول رو متصلش بکنیم. میایم اینجا دوستان عزیز، تو اینجا اگر که شما گوشیتون اندروید باشه خب میره گوگل پلی، اگر که آیفون باشه میره اپ استور، اگر هم که با کامپیوتر اینا متصل باشه اون وقت باید نسخه ویندوزش رو دانلود کنید که مال کامپیوتر باشه. خب میاد اینجا شما تو این بخش دیگه نصبش میکنید و دیگه همه تون بلد دیگه، حالا نصب بشه. خب میزنید روش که نصب بشه که منتظر میمونیم نصب بشه. بعد اینکه حالا نصب شد ببینیم که نت ایران هم ماشاءالله 31 مگابایت، حالا من نگه میدارم این نصب بشه بعدش واردش بشه. خب بعد اینکه نصب شد روی باز شود میزنید و این کیف پولمون میاد بالا. وقتی که شروع میکنه میاد بالا از شما در ابتدا روی این گت میزنید و بعدش اگر که از قبل در این برنامه شما حسابی داشت خب باید بالایی رو بزنید، اگر که نداری باید کریت نیو ولت رو بزنید دیگه، یعنی ما میخوایم که یک ولت نو بزنیم. پس دومی رو میزنیم. اینجا میگه که با شرایط ما موافقت میکنید و این حرفا، بله و
باهاشون موافقت میکنیم. دوباره باز میاد یک سوال دیگه میپرسه که ما باز میگه که این بخش رو بخونید و این حرفا و ما باز موافقت میکنیم باهاشون. میایم به این بخش میرسیم که از ما میخواد که واسه این کیف پولمون رمز بذاریم که تو هر کدوم از این جاهای خالی شما باید یک رمز یا پسورد 8 رقمی باید بنویسید که من حالا این رمز و پسورد 8 رقمی رو مینویسم و بعدش بریم به ادامهش رو بگم. خب دلیل از این که دوبار هم مینویسیم یکی این که مثلا این تایید کنه که دوبارش هم درست نوشتی یا نه، اینا هم هستش. بعد اینکه تموم شد این با این تیکش رو میزنی و create password که میزنی این ادامه دار میشه و میاد بالا. تایم ویدیو هم طولانی شد ولی اشکال نداره، عوضش یاد میگیرن. خب میرسیم به اینجا، شما اینجا دیگه استارت رو میزنید و میرسیم به این بخش. دوستان بعد اینکه این بخش رسیدیم من الان رو استارت بزنم واسه همون 12 تا کلمه نشون میده که شما نیازه که از اون 12 تا کلمه اسکرین شات بگیرید، چون اینجا دیگه مسائل مال امنیت و ایناست دیگه. به خاطر همین من روش رو میپوشونم و استارت رو میزنم اون 12 تا رو یادداشتش کنم. شما اون 12 تا رو هم تو این بخش که رسیدید استارت رو میزنید و یادداشتش کنید و بعدش بگم ادامهش چه اتفاقی میفته. خب همونطور که میبینید میرسیم به این بخش. حالا این بخش هم هستش، شما میتونید که مثلا این 12 تا کلمه ای که هستش من اگر که دستم رو بزنم تو روی این ویو نشون میده که من اینو واسه ازش اسکرین شات باید بگیرم و بعد اینکه نوشتین هم ادامه میدین و از شما میخواد که اینا رو جایگذاری کنید دوباره. پس سعی کنید که تو این بخش ازش اسکرین شات بگیرید یا حتما بنویسید. دوستان عزیز اینو بازم دوباره تاکید میکنم، حتما یا بنویسید یا اسکرین شات هم شاید نشه بگیرید یا با گوشه دومی چیزی از این عکس بگیرید که من این کارو میکنم و تو ادامهش دیگه بهتون میگم چیکار کردم. خب بعد این که شما این 12 تا کلمه رو زدید، اگر که دوباره از شما میپرسه 12 تا رو میگه که جایگذاری کن که ببینیم که درست جایگذاری میکنی یا نه. گفتم که بازم تاکید میکنم اسکرین شات بگیرید که بعداً بتونید که اینا رو اسکرین شات نشد واقعا بگیریم، یه جوری بنویسید روی یک کاغذی یا چیزی دقیقاً چک کنید و بعد اینکه چون دوستان ببینید این 12 تا کلمه بیفته دست یکی دیگه، اون وقت دیگه چه اتفاقی میفته؟ اون وقت دیگه اون طرف میتونه که به حساب شما دسترسی داشته باشه و پولاتون رو برداشت. پس نباید این 12 تا کلمه رو کسی ببینه. منم واسه همین نذاشتم که کسی ببینه. خب دوستان عزیز میبینید که این بالا این 3 تا مرحله‌ای که هستش رو من تکمیل کردم و کافیه که بعد اینکه اینا تکمیل شد روی دان بزنید و این میایم و به این بخش میرسیم. خب دیگه ما نیازی هم به چک نداریم چون که چک کردیم و میبینید که واسه همون کیف پولش مثل تون کیپر که شما هستید اونجا 0 و اینا نوشته چون پولی توش نیست، اینجا هم پولی توش نیست و اینجوری نوشته و میبینید که هستش. اما حالا ما اینو ایجاد کردیم، ما حالا چطوری بریم و داشبورد رو به این متصل کنیم؟ همینجا نگه میدارم بریم به داشبورد ادامهش رو بگم. خب میایم به داشبورد. چون اولین بار ما اون رو از گوگل پلی دانلود نکرده بودیم پس اولین بار رفتیم که دانلودش بکنیم، ولی دومین بار وقتی که روش میزنید و اولی رو که گفتم مال داشبورد هستش رو انتخاب میکنید متاماسک رو میزنید و حالا میگه که به ما انتخاب کنید که از چه طریقی بریم که بهش وصل بشیم، که ما از طریق خود متا
انتخاب میکنیم که از من اثر انگشت میخواد. اینجا من اثر انگشت رو میزنم و میاد به این قسمت که این بله. دوباره باز اینجا شما باید دوباره بیاین و ایمیلتون رو بزنید و کد رو وارد کنید که بهتون باز دوباره کد 6 رقمی میفرسته که شما باید این کارا رو بکنید تا این وصل به کیف پولتون بشه. من الان اینجا تو این بخش باید جیمیل رو بزنم، اجازه بدید. خب من جیمیلم رو زدم و اینم تیکی که هست رو شما میزنید، بعدش روی این گزینه میزنید و از شما میگه که 6 تا رو بنویسید. خب همونطور هم که گفتم کسایی که حالا اون کدا رو چطوری به دست بیارن وارد اینجا میشیم و پیکسلورس آخرین پیامی که هستش میبینید که کد 6 رقمی هم اینجا اومده. کافی اینو از اینجا کپیش کنیم و ببریم بزنیم اونجا یا حفظش کنید 530327. خب اینو دوباره اینجا میاریم و واردش میکنیم. حالا اینجا ما آمادهشم بله داشتیم که پس از اینکه واردش کردین این حالا کیف پول شما، داشبورد شما به کیف پولتون متصل شد. چطوری بفهمیم که متصل شده یا نه؟ این بالا اینو که میزنید، حالا تو این بخش ولتش که بزنید شما میبینید که اجازه بدید یه لحظه. تو بخش ولتش که میزنید دوباره باید این کار رو یک بار دیگه هم انجام بدید، یعنی دوباره باز تو بخش ولتش بزنید و دوباره باز روی این انتخاب کنید و اینجاست که دوباره تو دومین بار میپرسه که کانکت بشه به این متا ماسک و شما بنویسید بزنید که بله کانکت بشه، که الان کانکت شد. میبینید که اگر که ما بیایم اینجا میبینید که این بالا اینجا این پایین نه بالایی شد توم ولت و دومی شد کیف پول ما که وصلش کردیم به داشبورد. متا ماسک بود دومی. و اما حالا ما اینو چطوری به ربات پیکسلورس وصلش کنیم؟ دوستان عزیز دوباره ما میایم اینجا، ببینید این بالا این مثلثی که بود رو دوباره ما میزنیم. خب و این بار این دومی که هستش تو بین ولت ها اینجا این کدی که داره رو این لینکی که داره رو اینو کپیش میکنیم میزنیم روش، یه دونه میزنی روش، ببین یک بار دیگه میزنم روش، این دوتا مربع شکل هست که کپی هستش، میزنی روش کپی میشه. بعد اینکه کپی شد از اینجا میریم به داخل خود ربات. بذارید از اینجا بریم داخل ربات. خب بذارید از اینجا بریم داخل ربات، بقیهش اونجا بگم. خب میایم به خود ربات و شروعش میکنیم. خدا کنه که دیگه مشکل نداشته باشه واسه اتصال. خب خدا رو شکر انگاری نداره. خب دوستان عزیز تو این بالا رو کیف پول که شما بزنید، وقتی که میزنید گزینه های اگر که از قبل چیزی وصل نکرده باشید که همه باز کیف پول ها میاد، ولی چون یادتون باشه من خودم بهتون میگفتم که تون کیپر رو متصل کنید، من تون کیپر رو متصل کردم. پس الان چیکار کنیم؟ ما رو این گزینه کانکت نیو ولت میزنیم، یعنی ما یک ولت دیگر میخوایم که به این اضافه بکنیم. وقتی که رو این گزینه میزنیم ببینید رو کیف پول رو که میزنیم وارد اینجا میشیم و کانکت نیو ولت رو من از اینجا میزنم. حالا ما دومین ولتمون رو میخوایم که به این اضافه بکنیم. این پایین دوستان ببینید وقتی که این پایین یک گزینه آدر هستش که شما اینو که ببینید آخرین گزینه‌مون هستش، روی این میزنیم. یادتون اونجا لینک رو کپی کرده بودیم، لینک اومده این بالا، میبینید اومده اینجا.
کافیه که روش ضربه بزنید. حالا نیومده اینجا هم از بخش باز لینک هایی که کپی میشه میتونید استفاده کنید. اینو میزنیم روش، میاد اینجا و حالا اجازه بدید این گزینه پایینیش که هستش یه دونه رو این میزنید و دومی کیف پول شما هم به این ربات وصل شد و دوباره باز روی این میزنید و میبینید که هر دوتاش دیگه وصل شد. و اینم بهتون بگم که اولویت با کیف پول متامسکه که خود پیکسل ورس خیلی قبولش داره، اشکالی نداره و خیلی هم عالیه. ما الان اینجا 2 تا کیف پول داریم که یکیش متامسکه و یکیش هم تونبلته. متامسک همینه که الان اضافه کردم و اینم که تون نوشته تون کیپره که قبلا اضافه کردیم. آموزش کامل و جامع بود دوستان عزیز. الان من هر دوتاش وصله. و یه چیزم بگم، دوستانی بودن که از من خواهش کردن که راجع به لولم بهتون بگم. خب اگر که این پایین تو ادامهش هم حالا دیگه اینو هم بگم دیگه تمومش کنیم. تو این بخش پایین اگر که روی این گزینه بزنید، میزان توکنی که به شما حالا یه عده میگن که این توکنه داده مشخص میشه که به من 690 تا داده. چرا؟ چون که لول من در این بازی لول 8 بود. لول چیه؟ لول اینه، این دایره است که وقتی که شما میزنید روش میاد اینجا و از شما وقتی که این بالایی رو بزنید، این قسمت رو بزنید، از شما یک عده خواسته هایی داره. مثلا میگه که شما واسه این که بخوایم برید لول 9 چیکار باید بکنید؟ باید 3 میلیون پول بدیم به ما، بعد 25 بار تو ربات هاتون پیروز بشید که من میبینید که گزینه اول 3 میلیون رو دارم از 167 میلیون، ولی تو دومی 14 تا برد دارم از 25 تا. تو سومی به من گفته که 10 تا باید عضو اضافه کنی، فرند اضافه کنی به این که شما بشی که مثلا از این لول رد بشی. و تو آخری هم که اگر که ببینید میگه که فایل یور پروفایل. حالا این آخریو هم میگه که نمیدونم فایل پروفایل شماست که اینو واقعیتا خودم هم هنوز اطلاعات جامعی راجبش ندارم. شاید ممکنه که همون مثلا پروفیتمون منظورش باشه که اونجا تکمیل شده باشه یه ذره. حالا اینم از اینجا. وقتی که دوستان عزیز شما اینو تکمیل کردید، این پایین واسه تون یک گزینه میاد که این پایین روش بزنید یک لول مثلا ارتقا پیدا میکنه. مثلا من اینجا لول 9 میرم اگر که اینا رو انجام بدم. شما هم تو هر لولی باشید اینجوری میتونید ارتقا بدید که دیدید که پیکسل ورس هم خلاصه کاری کرد که کارستون همه رو یه عده رو 0 داده، یه عده رو اینم رباتای منه و خلاصه یه عده رو مایوس کرد. حالا نمیدونیم به چه شکلیه، ولی سعی کنید که این لولتون رو ببرید بالا که ببینیم که در آینده باز چقدر قراره که به همون برس، چون این لول انگاری مهمتر است همه چیزه. و تو بخش این فایت هم که این پایین هستش، این ربات هایی که داریم دیدین که من 5 تا ربات دارم که یکیش همستر، یکیش کته و 3 تا دیگه هم که میبینید. میتونید که با اینا مبارزه بکنید و مبارزات خودتون رو پیروز بشید و به لول های بعدی برید. خب عزیزانی هم از توضیحات کامل این ربات و نحوه متصل شدنش که یک بار دیگه هم که میبینید کیف پولامون متصلن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و دمتون گرم. همیشه انرژی بدید به همون که با این انرژی ها دو طرفه هستش. روحیه بدید، لایک و کامنت یادتون نره اگر که تو یوتیوب گذاشته باشم، و کانالمون رو هم
سابسکرایب بکنید. دمتون گرم، میبینمتون.